واقعاً قرآن برای چی آمده است؟ آیا قرآن برای مغفرت مرده ها و یا اینکه برای سازندگی انسان ها آمده است؟ و بهترش این است که بیایید از خود قرآن پرسان شویم که برای چی امر آمده است و ببینیم که قرآن در جواب این سؤال ما چی می‌فرماید. الله تعالی می‌فرماید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. یعنی الله تعالی فرموده است این قرآن کتابی است که بر تو نازل کردیم ای محمد صلی الله علیه و سلم تا مردم را به فرمان پروردگارشان از تاریکی های شرک و جهل به روشنایی ایمان و دانش بیرون آوری، برای پروردگار شکست ناپذیر ستوده. چه جواب قشنگی! الله اکبر! چه جواب دقیق و آشکار! اما افسوس امروزه کسانی هستند که قرآن را منبع درآمد قرار دادند و رسالتش را در مفکوره مردمان چنان جلوه دادند که گویا قرآن فقط برای مردگان و آخرت سر و کار دارد و این تبلیغشان در حق قرآن چنان در مفکوره انسانها اثر گذاشته است که هر وقتا صدای قرآن را بشنوند آن را همچون صدای ماتم و غم و اندوه میپندارند. فکر میکنند کسی در آنجا مرده است و یا اینکه چی مصیبتی در آنجا هست. یعنی اشاره به سوی صدای قرآن میکنند. اما برادران و خواهران عزیز، حقیقت امر این نیست، بلکه حقیقت امر این است که قرآن کتاب علم و حکمت و سعادت و خوشبختی است. کمی تفکر در نزول قرآن کریم بکنیم. ببینید قرآن به واسطه جبرائیل علیه السلام نازل شد و جبرائیل صفت امین را گرفت، یعنی او را جبرائیل امین گفتند. و قرآن در ماه رمضان نازل شد و رمضان بهترین ماه در سال شد. و قرآن در شب قدر نازل شد و بهترین شبها شب قدر شد که بهتر از 1000 ماه است. و ببینید که قرآن بر سینه محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد و محمد خیر البشر شد صلی الله علیه و سلم. و باز ببینید که قرآن بر امت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد. امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیر الامت گشت، یعنی بهترین امت گشت. بنابراین اگر فهم و درک اصلی رسالت قرآن را کسی درک کرد و فهمید، حتما انسانی با علم و حکمت و سعادتمندترین و خوشبختترین در دنیا و آخرت خواهد شد. برادران عزیز، فقط کمی تفکر در آیه های قرآن لازمی و حتمی است. کمی با عقل، کمی با درک و فهمیش قرآن را بخوانیم، میفهمیم که قرآن چی است و قرآن برای چی آمده است. باز میگویم برادران و خواهران عزیز، قرآن فقط برای در بالای سر مرده سوره یاسین و تبارک خواندن نیست. قرآن دستور عمل انسان. هر یک تای ما باید با قرآن پیرو باشیم و میبینیم که خوشبختی دنیا و آخرت نصیب ما میشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.